غزالی گفت در تفسیر حدیث حبیب خدا علیه السلام العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه که یعنی علم خوندن، علم آموختن این فرضه برای هم مرد هم برای زن. در تفسیر همین حدیث اماما میگن که مثل همون علمی که مثل تو در همون محتاج و ضرورت داری برای تو فرض آموختنش. نمازهای پنجگانه‌ای که ما هر روز میخونیم برای ما فرضه که علمی ای در ما باشه. برای ما فرضه که علم دین خودمون جستجو کنیم. برای چی؟ برای سعادت خوشبختی هم این دنیا هم اون دنیا. آن چیزی که ما دادیم او باقی ماند. او ما را در آخرت انتظاره. آن چیزی که ما گرفتیم و استفادهش برده ایم همین را ما گم کردگیم. هر چیزی که ما میخریم میپوشیم همین را چی میکنیم؟ همین دنیا در ما استفادهش میبریم، همین دنیا در میره و ثوابش. لیکن هر چیزی که ما به شخصهای دیگه میتیم ثوابش در آخرت میگیریم. نیتمون خالص از برای خدا باشه. حبیب خدا گفت علیه السلام که انما الاعمال بالنیات. هر یک عمل وابسته به نیت شه. و چند که نیت تو صالح و از برای خدا باشه تو ثواب بیکنار میگیری، هم دنیا ده هم آن دنیا ده. در حق من دعا میکنه یک دعای همون میتونه چیکار کنه؟ زندگی ما را تغییر بده. خدا همه ما را توفیق بده که از امر خدا دور نشیم، از امر حبیب خدا علیه السلام دور نشیم و فراموش نکنیم که این دنیا یک لحظه است. چون که حضرت نوح علیه السلام گفت 900 سال 950 سال 1000 سال عمر میدیدن چه گذشت همین عمر؟ گفت همین در در آمدم ایو در بر آمد. همین لحظه عمر ما میزگره. یکی خوشبختترین ما همون شخصی که در امر خدا و در امر رسول حبیب خدا علیه السلام بود و یگان شخص ای آدم زیان ندید. حبیب خدا گفت علیه السلام مسلمان کیه؟ مسلمان اون شخصی که نه ای دستش نه ای زبانش یگان کس آسیب نبینه، زیان نبینه. خدا ما را توفیق بده که از امر خدا دور نشیم. های ما را مغفرت کنه. خدا عائله های ما را خوشبخت کنه، فرزندای ما را خوشبخت کنه، گذشتگان ما را طریق جنت بگردانه. هر یک بنده، هر یک زن و مرد که امروز در حج هستند دعا میکنیم که پروردگارم حج برادرای ما را، خواهرای ما را به درگاهت قبول بگردان و فیض برکتی که همون شخصا گرفتگی برای ما عطا کن. والحمد لله رب العالمین.